سلام بچه ها، امروز میخوام بهتون نشون بدم که وقتی میرم دانشگاه چی توی کیفم میذارم. خیلی ازم سوال پرسیده بودیم، برای همین بهتر که بهتون نشون بدم. اولین چیزی که من توی کیف دانشگاه میذارم مایتاب است. درسته، به خاطر اینکه بعضی وقتا یه سری آدم‌ها توی دانشگاه هستن خیلی زیاد حرف میزنن. بر همین وسیله خیلی خوبیه که اینجوری به این حالت بگیری و اینجوری به سمت دهنشون ببری و کاملا دیگه ساکت میشن و دیگه باید صحبتی نمیکنن. خیلی خوبه. مثلا بعضی وقتا هستش که یه سری دانشجو خیلی سوال میپرسن یا پاچه‌خواری میکنن یا میخوان خودشون تو دل استاد جا کنن. یه وسیله بهتر میبرن برای دانشگاه که اینه. مایتابه رو نمیتونی پرت کنین چون که ممکنه به بقیه آسیب بزنه، ولی دمپایی رو میتونی راحتی پرت کنین و دهنش رو ببنده و خیلی وسیله کاربردی و خوبیه. وسایل دیگه هم توی کیفم هستش که نمیتونم نشونش بدم چون تیک تاک بهم گیر میده. برای همین تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.